سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود پیراگ تیار میکنیم. نام پیراگ ما 12 قاشق می باشد، یعنی با 12 قاشق محصولات تیار میشد. محصولات لازمه برای ما 3 دانه تخم، 12 قاشق شیر، 12 قاشق آرد، 12 قاشق شکر و 12 قاشق روغن رستنی بیبو باشد. یک پچکه разрыхлитель. ما با میکسر یگانچه لازم نیم. ما با همراهی وینچیک امروز یک نمود پیراکی 12 قاشق تیار میکنیم. از اول از بسم الله الرحمن الرحیم سر میکنیم که خداوند کاری ما با فیض و برکت و آبروتیت. ما در اول 3 دانه تخم میگیریم. 3 دانه تخم میگیریم. تخم ما در حرارت خانه باشد. پدیامش هم اهمی سبب میشد. در حرارت خانه پیش از تیار کردن 1 ساعت پیش اخلادینیک تخم گرفتم. 12 قاشق همینطور من شکر همراه میکنیم. من الکی چین کردم. من 12 قاشق شکر همراه کرده. ما با همراهی وینچیک آمیخته میکنیم تا که کمتر سفید شود. باید محصولات ما همینطور سفید شود. ما هر چقدر بسیارتر زنیم همانقدر خوب، برای آنکه شکر و همین تخم ما الکی سبک میشد، مثل پینه میشد. برای پدیام دادن بیحد خوشرو یاردم. ما کل منه 12 قاشق شیر. شیرمایم در حرارت خانه باشد، گرم نباشد. منه 12 قاشق روغن رستنی. شروع آمیخته کردیم. حتما разрыхлитель آرد به همراه میکنیم. میتونید نیم تشه استفاده برید برای آنکه تخممو 3 دانه برای 6 دانه 10 گرم خوبتر، نیکی برای 3 دانه باید 5 تا 7 گرم همراه کنیم که خیلی разрыхлитель بسیارم نقص نیه. من نیم تا پچکه همراه کنم. من разрыхлитель 7 گرمه هم میفروشد خودش مخصوص. نه آمیخته میکنیم. یک قاشق همراه کرده شروع آمیخته میکنیم که خمیرک نماند، درونش به آردک نماند. فرمه گرفتم سیلیکونوی 26 سانتی متر. از سبب پیدامش майда بودن من فالگا که من گردش به دیوالچه ساختم برای اینکه پیدامش بلند شده خیلی نریخته نشد. من میتور میمونه. من محصولاتی تیار کردم نگاه کنید. воздушный بودنش اهمی من سوراخچاش معلوم. اگر همین خمیرتا من میخواد سوراخچه شود دانید که خمیرتا ناز انشالله شروع میپزد. از سبب سیلیکونوی بودن ما فرمه مسئله یگانچی نمیکنه. من بیسکویتامو به مدتی 35 دقیقه به 160-70 درجه به تفتان میگذاریم. من تفتان مابینش بمانده 35 دقیقه بمانده. من 35 دقیقه مانده. اول تکش در گیراندم. من 150 160 درجه انده. من از میبینیم راستی که باره اول انتخاب که با پختوسیم برای همین اول تکش در گیرانده. 35 دقیقه الکی 15 دقیقه شد. من 20 minut مان من تگو بالای قوش کردم. 20 دقیقه من 170 درجه بگذاشتم. 160 بود 170 درجه بگذاشتم. دیگه تفتان به نمیرسیم. من همین که خودش میپذیره. من بیسکویتی با هم پخت. نازی از تفتان میگیریم. من تفتان گرفتم. من نگاه کنید. بعدی تفتان گرفتم. من یگانجش پدیامش نشیش. من پیراکی بیسکویتی نیمه چخل آمد. من پدیامش چخل. من نگاه کنید دیگه قطعش تکیش نیپدیامش. بعد از دخابکا گرفتم. من ملایم. ما اگر زیر کنیم گشته من پدیامش میپدرن. من کمتر خنک شود. بعد در نشی ریز کنیم بینیم درونش چخل آمده است. ما خنک شد. ما که کمتر آرامیتیم با سخنی پودره. من 2 قاشق میمونیم. کمتر آرامیتیم. نامش خیلی 12 قاشق. من 2 قاشق مونده. با سخنی پودره من آرامیتیم. همه جوشه من سخنی پودره میکنیم.
خواهید با شکلات آراتید میتونید با این کریم کنید. اما باینش تقسیم کرده گو قاشقامای میگیریم. پیراکی ما نکو در نشیر یه ذکرم بینیم درونی پیراکی ما چقدر آمده است. بریدنش نگاه کنید چقدر ملایمه. خودش همین بریدناش معلوم میشد که چقدر ملایم آمدگی. من نگاه کنید دروناش سب سفیدی گنجاش خمیر ماندگی نیمونه پشتش چقدر سرخ شروع بختگی. بدیامش زیاد کنیم گشتی منو میبادرن نگاه قطعی جای خام میشم نیمونه سب سفیدی خودش خام باشد خمیرک معلوم میشد. من ریزانکش رفته از خمیرش از سببی روغنش بودن بیاد ملایمی عجایبان بیاد. محصولاتش هم کم خرج همشه همین خانه خودمان دسترس کنیم میتونیم به میکسر. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما دستگیری کنید پادپیساتیا کنید یارو دوسته دعوت کنید. انشالله باز ویدیوهای بهتر و بهتر میشه. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.